یک روز بعد از حمله طالبان به فرودگاه شهری کراچی در پاکستان، دیگر بار جنگ شدید در نزد این فرودگاه بزرگ شروع شد. تعداد نامعلوم افراد مسلح روز 10 ایون به یک مرکز امنیتی تمرینی در نزد فرودگاه حمله بردند و مقامات مجبور شدند تمام پرواز و قبول هواپیماها در فرودگاه کراچی را برای مدتی کوتاه متوقف کنند. موضوع مصاحبه روز با رئیس رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی است در باره جنگ در کراچی. لطفاً در باره جزئیاتی درگیری امروز در نزد فرودگاه کراچی میگفته. درگیری امروز بسیار یک درگیری جزئی بود و زیاتر تشنجی که پیدا شد ناشی از درگیری دیروز بود که دیروز چون خوف و هراس درگیری دیروز در ذهن مقامات امنیتی کراچی وجود داشت، این مسئله به درازا کشید. در غیر آن فقط یک دو سه نفر دهشت افغان روی یک موتورسیکل آمدن و یک چند فایر هوایی بر یکی از پوسته های امنیتی کردن. در غیر از او رفتن فرار کردن و هیچ گونه مقامات امنیتی در شهر کراچی پاکستان میگه که هیچ گونه کشت و خون دیگه صورت نگرفته. و در کراچی همیشه حمله و بمبگذاری ها صورت می گرفت، اما حمله به فرودگاه کمتر دیده شده است. می توان گفت که تندروان در پاکستان قوی تر شدند؟ نه خیر، حمله بر فرودگاه دیروز کم نظیر نبود. بسیاری حمله های حتی شدیدتر از این هم صورت گرفت. اگر شما باید داشته باشین در سال 2011 مرکز قوای بحری پاکستان مورد حمله قرار گرفت که در اونجا چندین طیاره از بین رفت و تلفاتش هم خیلی زیادتر و خساراتش خیلی زیادتر از این بود. مشکل اینجاست که کراچی یکی از پرنفوذترین شهرهای پاکستان است که حدود 20 میلیون جمعیت داره، 20 میلیون نفوس داره و یک شهر بسیار بزرگ است. بنان دهشت افغانا که گروپ های مختلف آنها وقتی در اطراف پاکستان در جاهای که زیر فشار دولت و فشار طیارهای درون هستند، زیر فشار اونها قرار میگیرن، میاین خود را به شهرها میکنن که یک جای بسیار وسیع است و اونا میتونن در اونجا خود را پنهان نگاه کنن. و فکر میکنید که نیروهای امنیتی پاکستان بعد از این جنگ ها مبارزه با تندگرایان و طالبان را سخت‌تر میکنند؟ بله، خبری که همکنون آمد، نواز شریف صدر اعظم پاکستان به نیروهای امنیتی پاکستان دستور داده که بعد از این اون مذاکراتی را که اونها میخواستن کنار بگذارن و حملات همه‌جانبه را سر گروه های مخالف انجام بدن. محمد مدقق، مدیر رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی، با ما صحبت میکرد.